سلام، با اولین قسمت از سری برنامه تیک آبی در خدمت شماییم با یه مهمون خیلی خیلی ویژه، حرفه‌ای و کاردرست تو زمینه کاری خودش. مهدی معظم عزیز، خوش اومدی به برنامه خودت. مرسی عزیزم، منم خوشحالم که مهمان شما هستم و برام جذابه که اصلا بدونم چه خبره، چه سوالاتی هست، در مورد چیه، چون من میدونی که اصلا مصاحبه اینا نداشتم. بله، فکر کنم اولین مصاحبه رسمیت باشه. اولیه، بله. خب مهدی جان، دیگه اصلا صحبتای کلیشه‌ای نکنیم، بریم سر اصل مطلب. بفرم. خب برای کسی که از مهدی معظم هیچ شناختی نداره، خب خودتو بخوای معرفی کنی جدا از حیطه کاری، چه مدلی خودتو معرفی میکنی؟ من میگم سلام مهدی معظم، معرفی خاصی نمیکنم. یعنی اجازه میدی خودشون بشناسنت؟ اصلا دلیلی نمیبینم برای چی معرفی کنم. چی بشه؟ سلام، خوبی؟ دوست شیم دوست نشیم دیگه، یه چیز در لحظه است دیگه. بخوام بگم یه همچی شاخصه هایی دارم یا چیزی، خب زیاد اهل این داستان نیستم. اهل شاخ و برگ دادن به شخصیت اهل معرفی نیستی؟ کردن خودم کلا نیستم من. آره. خب مهدی، قبل از اینکه وارد مسیر حرفه‌ای زندگیت بشید، از نظر اجتماعی اینا چه سبک زندگی داشتی؟ چی کار میکردی؟ خب چقدر قبل؟ دقیقاً قبل، مثلا یه 4-5 سال قبل اینکه وارد موزیک شی و که تصمیم گرفتی کلا 4-5 سال قبل اینکه وارد موزیک شم، من سال 85 شروع کردم. یعنی شما متولد 69 هستی، درسته؟ بله. من از 15-16 سالگی شروع کردم به شعر نوشتن و ملودی ساختن و، ولی اگه میخوای بری 5 سال قبل از اون که طبیعتا یه دانش آموز بودی، داشتی زندگی تو میکردی و همش هم خب سال یادم. قبلش ببین، قبل اینکه بخوای شما وارد هیتشی، فعالیت خاصی تو زمینه مختلف داشتی؟ من از 9 سالگی دارم کار میکنم. کار موزیک؟ نه، کار. کار میکنم. بله. خب با چه کاری شروع کردی؟ همه کاری، هر کاری که فکر کنی. برای بچه 9 ساله سخت نیست؟ خب چرا؟ ولی یه اتفاقاتی افتاد توی زندگیم که یهو به خودم اومدم دیدم مسئول یه خانواده‌ام و باید هر جور شده با چنگ و دندون این زندگی رو نگه دارم و یه مشکلاتی واسه پدرم پیش اومد. من نمیدونم برنامه شما چقدر گنجایش داره که من تو عمق برم نرم. همون خواستم بگم. آره. اگه میتونی دکورتون هم خراب شد. بچه اوکی، اشکال نداره. اگه خودت دوست داری میتونی بیشتر توضیح بدی راجع به این مسئله. سعی میکنم که خیلی خلاصه بگم. من یه بچه خیلی مرفه بودم تا 7-8 سالگی، خیلی مرفه، یعنی در حدی که مدرسه که میرفتم ما یه چیزی داشتیم به عنوان تغذیه، حالا نمیدونم بله. الان بچه‌ها میگن چی، خوراکی‌ها که میبرن مدرسه، من اینا رو روم نمیشد نشون بدم انقدر که لوکس بود. مثلا یه بیسکویت‌های خارجی، یه مثلا لیوان خارجی، جامدادی عجیب غریب دیگه. خودتون دوره‌ها رو حتما یادتونه. بله. یکی میگفتم مثلا تو کلاس این چقدر خفنه. خب من به خاطر اینکه این اختلاف خیلی بود نشون نمیدادم اصلا چی همراه همه. خب خیلی وقتا برمیگردوندم خونه، میریختم دور چیزایی که مثلا تو مدرسه همراه هم بود که بقیه نبینن. حالا چقدر شعوری داشتم تو اون سن. آره. خیلی هم شیطون بودم. ولی خب 8 سالم که شد، 8 و نیم، پدر من رفت زندان و متوجه شدم، تازه فهمیدم که بابام تو کار خلافه. اصلا نمیدونستم بابای من خلافکاره و به جرم قاچاق رفت داخل زندان و یه هولوش 1 ماه 2 ماه طول کشید که ما یهو فهمیدیم که حکمش اعدامه. متوجه شدیم انقدر لول کاری که میکنه بالاه و اموالمون مصادره شد و یهو رفتیم از مثلا اوج رفتیم تو -1000. همه اموالمون مصادره شد و چقدر ما تجهیزات داشتیم، ماشین داشتیم، موتور، خونه، ویلا، اینا همه چی. و اون موقع هم مثل الان نبود قوانین کشور که مثلا یکی بیاد بگه زدم به نام فلانی، مال این نیست مال اون نیست. این قضیه مال سال 78 77-78. خلاصه ما بودیم و یه خونه‌ای که توشیم، همین دیگه. اونم بهمون بخشیدن فکر کنم، چون اونم میتونستن بگیرن. اون خونه به نام هیچکی نبود اصلا، از این خونه ها بود که همینجوریه. آره. بعد یه بچه 7-8 ساله خیلی من یه خواهر بزرگتر، من 69 هم، خواهرم 66، مادرم هم جوون 51، یعنی
مامان من 14 سالش بوده بچه دار شده. خدا حفظشون کنه. الان مثل خواهر برادری مثلا ما رو ببینی باورت نمیشه انقدر مادر من جوونه. و یه جلساتی تو خانواده میشد، طولانی که نمیشه بگم، یه جلساتی میشد که میخواستن ما رو تقسیم کنن. خب پسرش بره اینجا، دخترش بشه زن اون، مامانش بره پیش باباش. این کار دیدم دارن ما رو تقسیم بندی میکنن. فرض کن مثلا 8 سال 9 سالت باشه یا با یه همچین مسئله روبرو بشی. گفتم آقا مهدی، بچه بزرگ هر سنی هستی، پاشو، تو مرد این خونه ای. از اونجا شروع شد دیگه، باید کار میکرد. چون ما میتونستیم یه چیزی بخوریم زنده باشیم دیگه، نمیخواستیم مثلا اجاره بدیم کاری بکنیم دیگه. از اون موقع شروع کردم کار کردن. حالا چه کارایی کردم این خودش دوباره یه برنامه جدا باید بسازید که ببینید من چه کارایی کردم. خب ولی جالب اینه که تو این دوره که این کارها رو میکردم همیشه محصل نمونه مدرسه بودم، یعنی نفر اول کل مدرسه بودم، نه کلاسامون. لطف خدا بود. آدم مثلا خیلی درس خون، نمیگم درس خون نبودم، خیلی درس خون، این اصلا تایمشو نداشتم، ولی خب خدا یک چیزی به من داد، یک نیرویی به من داد که بتونم این کار رو انجام بدم. اولین جرقه‌ای که خورد که مهدی وارد کار موزیک شه چی بود و چه شکلی شد اصلا این اتفاق؟ اصلا کسایی که موزیک کار میکنن، شما قسمت اول برنامه هستی، حالا خودت هم که سالهاست تو کار موسیقی هستی و میدونی، هیچ کدوم انتخاب نکردن، انتخاب میشیم. اصلا خودت نمیدونی چرا گرایش داری به این کار، چرا یه جور دیگه ای آهنگ گوش میدی، یه جور دیگه ای در موردش فکر میکنی. خب من همون 8-9 سالم بود یه ویدئویی دیدم از مایکل جکسون تو این VHS. آره. اونو که دیدم احساس کردم دیگه این بابام، ننم، خدام، همه کسم اینه دیگه. ذهنم شد اون و یه چیزی میگفت که تو اینجا فقط حالت خوبه، این کارهایی که این میکنه، موسیقی که این میسازه. کم کم علاقه من شدم به موزیکای خارجی و بیشتر غربی گوش میدادم از همون بچگی، که هم میگفتن این پسرتون دیوونه شده، چرا آهنگی که نمیفهمه چی میگه رو گوش میده. خب دیگه اومدم تو مسیر، پیگیرش بود ذهنم تا زمانی که دیگه دریچه‌های بعدیش باز شد که باز مفصله، خیلی مفصل. بابا مهدی خیلی فکر کنم برنامه داریم که بخوایم بسازیم. خیلی آخه سوالاتی که میپرسی جوابش طولانیه. مهدی اولین جایی که حس کردی کاری که ساختی دیده شده و مردم دارن میشنون کی بود؟ کدوم کار بود؟ ببین خیلی جالبه. من سال 85 که میگم وارد این حرفه شدم، سال 86 یه استودیو برای خودم زدم توی زیر زمین که انبار نوشابه یه رستوران بود. فرض کن خودم اونجا بنایی کردم، مثلا در و دیوارش کاجینو ساختم، برای خودم استودیو درست کردم و از 86 تا 96 10 سال هیچ احدی منو تو ایران نمیشناخت و هر روز من پر مشتری کار میکردم، خواننده های زیاد، آدم های نونه‌ای و پرکارترین بودم، شاید انقدر کار میکردم و خیلی از همکارامون که الان مطرح هستن اون موقع میشناختیم همه و میدیدمشون. داخل اصفهان 96 95 96 من یه دونه کار ساختم واسه آقای مرتضی اشرفی. شعر خودم بود، ملودی خودم بود، خوند و پخش شد و شروع شد ازش صحبت شدن، بیرون شنیدم. من فکر می‌کردم مثلا هیچ راهی به اتومبیل‌های مردم، به ضبط مردم، به خونه مردم وجود نداره. فکر می‌کردم یه مافیایی هست، یه حرکاتی پشت پرده هست. ولی اون روز فهمیدم که نه، خب من کارم خوب نبوده. شاید مثلا یه جا خودم خوبم، شاعر بده، یه جا شاعر خوبه من بدم، ما دوتا خوبیم، خواننده بده. اصلا بحث تبلیغات یه طرف، هر جوری که حساب میکردم اون موقع فکر میکردم ایراد نیست، ولی بود. ایرادها که برطرف شد، کار رفت توی ماشین مردم، توی سیستم. پس اون کار از آقای مرتضی اشرفی 95 یا 96 بود. مهدی کاری شده خودت بسازی کارو، ولی فکر کنی به جایگاهش نرسیده، اونجوری که باید میشده دیده نشده اون کار. ببین برعکس این شده
که مثلا بگم فکر نمی‌کردی این کار چیه، بعد ببینم چقدر کار میکنه. کدوم کار که خودت فکر میکنی اولین گزینه بخوای بگی؟ آهنگی که اصلا سال 91 ساختم، 90 سال 98 پخش شد، آهنگ عجب تتلو. من سال 90 یه پسر 21 ساله نشستم پای سیستم. حالا اونایی که موسیقی بلدن یه VST هست، چیزایی که باهاشون آهنگ درست میکنیم، نرم افزار. قدیمی ترین VST کلا سیستم اسمش نکسوز 2 ورژن، الان فکر کنم 5ش اومده، من هنوز همون 2 رو دارم. بعد کلا با این ساختمش، یعنی اصلا یه چیز مسخره است کسی که الان آهنگسازی بلد باشه، مثل اینه که شما مثلا با 11-2-0 مثلا مثال بزنی. با این کل آهنگو ساختم، همون میکسی که روش بود این تو سیستم بود، هیچ کس هم روش نخونده بودم، این آهنگ عجب. یه روز امیر تتلو به من پیام داد، گفت یه کار رپ بفرست. یه تایم بود خیلی با هم کار میکردیم دیگه، یه جورایی حوصله‌مو سر برده بود انقدر زنگ میزد. همینجوری سرچ کردم، چشم بسته، ظهر بود، از خواب بیدار شده، گفتم بیا این مال تو. گفتم فعلا بکشه بیرون از اون. خوابیدیم. من شب خوابم برد ساعت 3 اینا، ایشون 5 صبح فکر کنم پست کرده بود. بیدار شدم دیدم که یه پستی گذاشته روی همین موزیک که من ساختم، کورس کار میگو اشکا میخواد بیاد پایین دور، و دیدم چقدر زشت، کاش که این بیتو بهش نمیدادم، چقدر بد شد این کار. دیدم هی تگ میشم، پست هی داره ویوش میره بالا. الان فکر کنم ترند 1 امیر من باد قهرمه، اونم خودم زدم. بله به اونم میرسه. 2 شب یلدا، اونم خودم زدم. 3 این عجبه که واقعا عجب که این کار گرفت، یعنی واقعا من خودم باورم نمیشه همون میکس سال 90 منه، همونه همش، دست به موسیقیش نخورده. خب مهدی، تو آهنگسازی که انجام میدی و تنظیمی که میخوای بزنی برای کارا، تا حالا شده از شخصی یا از اصلا یه المانی الهام بگیری؟ همیشه. بیشترین چیزی که ازش الهام میگیری چی بوده؟ بیشترینش که ببین من اصلا عاشق راکم. خب شما بیشتر با آقای کاوه آفاق کار کردی، میدونی که آشنایی خودم و خودت هم چه داستان عجیبی بود. من بدون اینکه اسم افرادی که داخل این سبک کار کردن رو درست بدونم یا مثلا زیر شاخه‌های راک و به اون تخصص بدونم، عاشق راکم. چرا نمیدونم؟ چون تو ایران نخواستن ازم که بهش بپردازم، بیشتر ما رو بردن تو فیلد ایرانی، ولی قریحه و ذات من اونه. از کارهای خارجی خیلی الهام میگیرم، خیلی. اون روز بود خود کاوه گفت کوینسی جونز. بله. آره گفت شبیه اون میزنیم. بله. آره مثلا اون میتونه یکی از الگوام باشه. کارهای خود مایکل اینا. خب تو استودیویی که داشتی حالا از قدیم تا الان، خیلی خواننده های سرشناس میان میرن، با هم همکاری دارید. حالا دیگه اسمم بخوام امیر تتلو، امیر مغار، شب مظفری، کاوه آفاق، رضا صادقی و سالار عقیلی و خیلی های دیگه. کار کردن با کدوم یک از اینا هم حال و هواش بهتره و هم حرفه‌ای تره؟ آره. یعنی مثلا ممکنه یه نکاتی رو بگن که خیلی جذاب باشه برات؟ خب هر کدومشون واقعا یه درسی به من داده. یعنی باورت نمیشه الان 19 سال 20 ساله که من استودیو هم تقریبا میانگین هفته 5 روز، میانگین شاید بیشتر از یه روز و شاید بیشتر از یه روز تو استودیو باشم، بیدار باشم. و هر شخصی، حالا نه افراد فیمس، یه آدم نونیم، یه آدمی که اصلا تا حالا توی این کار نبوده، اونم به من درس میده واقعیت، چون تجربه های جدیده. ولی بخوام بگم مثلا خیلی لول اپ کرده باشم با یه شخصی، واقعا امیر تتلو بوده. امیر تتلو، چون امیر یک دیدگاهی داشت به موسیقی که هیچکس از اون دریچه نگاه نمی‌کرد. روی یه موزیک خیلی آروم می‌دیدم با سرعت داره میخونه، روی موزیک با سرعت اصلا یه حرف میزنه، یه کاری میکرد که اصلا من توقع نداشتم روی این موسیقی من این کار رو بکنه کسی، و هیچ کس هم نمیکرد، فقط امیر میکرد. خلاف جهتش میومد داخل و
یه جوری به من یاد داد میشه جور دیگه ای نگاه کرد. یعنی یه خلاقیت منحصر به فرد داشت تو این زمینه. آره این به من یاد داد که میشه معذرت میخوام مثلا کفشاتو در بیاری پا برهنه بری تو آهنگ، نترسی یه کار دیگه ای بکنی که کسی نکرده. آره. امیر تتلو این خیلی درس بود از همه‌شون اینایی که اسم بردی، ولی این یه درس خیلی درس تاثیرگذاری بود. خب جالبترین و خاصترین اتفاقی که موقع ضبط یه ترک، حالا هر کدوم که خودت مد نظرته، جالبترین اتفاقی که تو استودیو افتاده چی بوده؟ جالبترین یعنی خنده‌دار باشه، غمگین باشه؟ نه یه اتفاق کلا هم بر عجیب باشه دیگه که این اتفاق افتاده. عجیب از همه نظر، همه شاید عجیب ناراحت کننده باشه، شاید خوشحال کننده باشه. بعد یکم فکر کنم چون زیاده. این عجیب ترینش کدوم بوده؟ عجیب ترینش یه آهنگی بود بازم مال امیر تتلوه، مشکل نداره؟ نه بگو راحت باش. نگن الله اسم امیر رو میاد. نه اوکی خانم بالاخره با هم همکاری کرد. آره اتفاقاتیه که افتاد. یه آهنگی بود به نام اصلا کی فکرشو میکرد، رکورد کامنت دنیا رو زد، 17 میلیون کامنت گرفت. بعد این آهنگ خیلی عجیب بود چون که اگه اشتباه نکنم 5 دقیقه و 5 ثانیه است، 5 دقیقه و 55 ثانیه، یه عدد روندی داره. من یه مدت بود روی این کار که کار میکردیم با امیر این عدد رو میدیدم همه جا، مثلا سر 4 رو میدیدم، این ور میدیدم، رو دیوار میدیدم و یه چیزی حالا فکر میکنن شاید مثلا بیننده ها اینا اغراقه، ولی رنگ زرد خیلی به چشم من میومد. یه تایمی میرفتم دنبال لباس زرد خریدم، تایمی که تو اون پروژه بودیم مثلا میوه‌های زرد رو انتخاب میکردم، اصلا یه چیزی اینجا رو نگاه میکردم میگفتم اون چقدر زرد تو اینه، مثلا بررسی میکردم. بعد روزی که میخواست آهنگ پخش بشه امیر به من زنگ زد گفت که این آهنگ رنگش زرده، گفت یه مدت زرد میبینی. اینا خیلی عجیبه. گفتم آره. گفت تایمش هم 5 و 55 مثلا یا 5 و 5 نمیدونم یه همچین چیزی بود، باید نگاه کنم، مال سال 98. اینا رو به من گفت و گفتم که چجوری؟ گفت که اصلا منم نمیسازم، من خودم یه هنرمندم مثلا دیگه، شما منو دعوت کردین اینجا، ولی به ایده من هیچ کس هنرمند نیست، ما همه وای فاییم، هنر جای دیگه است، میاد درون ما، میاد توی سیستم، میاد توی کاغذ، میاد روی بومرنگ، ما یه انتقال دهنده ایم. بعد امیرم همینو میگفت که از جای دیگه این دیتا میاد که هم به من وصله هم به تو وصله. چه جالب. و این خیلی برام عجیب بود. آره از این اتفاقام زیاد میفته، زیاد. ولی عجیب ترینش همین بود دیگه. آره. خب مهدی معظم اگه آهنگساز نمیشد الان تو چه شغلی مشغول به کار بود؟ شغل؟ آره خیلی به این فکر میکنم خودم که اگه آهنگساز نمیشدم، مثلا شما منو میشناسید، من روحیم همیشه خوبه، میگم میخندم، باورت میشه موسیقی رو که حذف میکنم به یه گزینه خودکشی فکر میکنم، یعنی هیچ چی دیگه معنی نداره. نمیدونم اگه موسیقی نبود باید چی بود، اصلا چی حال منو خوب میتونست بکنه، چی میتونست باعث بشه من از خواب پاشم ادامه بدم. هیچی. بازیگری، یه چیزی که تو هنر باشه. تو هنر شاید ما شخصیت خودشیفته داریم، شاید میخوایم خودمون رو نشون بدیم، شاید خصلت هنره. آره شاید میرفتم بازیگری ولی موسیقی ولم نمیکرد، دیوونه میشدم فکر کنم. خب به عنوان کسی که تو این حالا کار موفق بوده، چه توصیه به کسایی که میخوان تازه شروع کنن داری؟ من تنها توصیه‌ای که دارم الگو بگیرن، الهام بگیرن، ولی خودشونو یادشون نره. ببین من همیشه میگم یک هنرمند، یه آرتیست، چیزی که دیدم تو بقیه، حداقل 50% آلفاه، تأثیرپذیر کامل نیست، یعنی نصف وجودش مهر و امضا داره حداقل. خیلی‌ها تا 100% اینو بردن جلو، خیلی‌ها 80%، ولی حداقل 50%. چرا؟ یک مثلا آرتیست شما وقتی باش زندگی کنی یه سری خصلتاشو نمیتونی تغییر بدی هیچ وقت.
خودش میدونه اون خصلت بده و همه اطرافیانش هم میدونن و قرارم نیست تغییر کنه. میگه من این خصلت بد را دارم، حالا دیگه تو فرض کن خوبش باشه، یه میخندی، میدونم که تجربهشو داره. و این شاخصه‌ایه که کسی که میخواد بیاد توی موسیقی چون من کار کردم، میگم باید به اون 50%ش احترام بذاره به خودش، نگه اینو من حذف کنم. مثلا شما میگی مهدی معظم موفق بوده، برم ببینم مهدی چی کار کرده من بکنم، اینن کپی کنی، نمیشه. یه منیتی داری، یه سری درس ها میگیری، این منیت رو پرورش میدی، به خودت باید احترام بذاری، اعتماد به نفس 100 داشته باشی، کاری که میخوای بکنی و باور داشته باشی. همین. خب مهدی یه سوال دیگه، ببین امروزه خب خیلی علم پیشرفت کرده تو همه زمینه ها. بله. بعد الان نقش تکنولوژی، AI، چیزایی که اصلا تو موسیقی به چه شکلی شده؟ خودت به چه شکلی میبینی آینده رو؟ ببین سال مثلا قبل از انقلاب موسیقی ها چقدر زمان میبرده ساخته بشه؟ 3 ماه، 6 ماه، 1 سال، 2 سال، مثلا یه دونه قطعه رو میخواستن تولید کنن. الان تا قبل از AI یه موسیقی میشه حتی تو 1 روز ساخته بشه. آینده موسیقی به سمتی میره که شاید تو 1 دقیقه ساخته بشه. همین الان هوش مصنوعی میسازه، ولی خب شاید باب سلیقت نباشه. همه امکانات به قول معروف دیجیتالی یا پیشرفت علم اینا به این کمک میکنه که شما تصورات خودت رو زودتر بهش تحقق ببخشی. یعنی صدمه‌ای به نظر من نمیزنه، بلکه رقابت رو بیشتر میکنه. شما شاید یه آهنگسازی باشی که مسلط به سیستم نباشی، ولی خیلی استعدادت بیشتر از من باشه. AI میاد اینو ثابت میکنه در آینده که شمایی که ذهناً، مثلا آقای شماعی زاده الان روی کاغذ آهنگ میسازه، شاید الان با نرم افزارهای امروزی مسلط نیست. بله. AI میاد میشینه بغل آقای شماعی زاده، ذهن ایشون رو تبدیل میکنه به یک موسیقی، میگه حالا بیا باش بجنگ. این تو کلش بود. پس موافق این داستان هستی؟ ببینید همیشه داشتم یه مقاله‌ای میخوندم در مورد آینه. 150 سال آینه اومده، قبلش اصلا مردم نمیدونستن چه شکلی هن. اولش که یه چیزی میاد همه گارد دارن، میترسن که الان این چه تبعاتی داره، ولی در ادامه میبینیم که آینه خیلی هم بهمون کمک کرد، عکاسی بهمون کمک کرد، فیلم برداری بهمون کمک. این هم یه چیزی که خودمون ساختیم دیگه، مثل بقیه اختراعات. اولش ترسناکه، بعد میریم جلو میبینیم ترسناک هم نیست، میتونیم ازش استفاده کنیم. من خیلی ازش استفاده میکنم وقتی کاربرداشو میبینیم. خب خیلی عالی. مهدی یه سوال ازت، این که توی کارهایی که میسازی بازار رو در نظر میگیری یا حس خودت؟ ببین مارکت ما خودت میدونن خیلی بازاری شده، یعنی همه فکر مارکتن که ببینن چه موزیکی بدن که رقابت کنه. تو اون سلیقه خودت که گفتی و دخیل میکنی یا نه؟ سعی میکنی چیزی که من تولید کنی که تو بازار رقابت کنی؟ مهر ماه علامتش ترازوه، تعادله. من تو تمام قسمت‌های زندگیم دوست دارم تعادل برقرار کنم. یعنی میشینم باهات صحبت میکنم، میبینم که این قسمتت کمه، اون قسمتت زیاده، باهات صحبت میکنم که اینا رو متعادل کنی. خاصیت منه تو قسمت کاریم هم همینطوره. یعنی هم خودم، ایده‌های خودم، مارکت جهانی، قسمت دارک موسیقی، همه اینها رو در نظر میگیرم. باز بازار، مخاطب، امروز چی مده، بیشتر چه آهنگی هیت شده، رفتن سمت زیرزمینی، سنتی یا پاپ، تمام این دیتا رو میذارم کنارم، تصمیم میگیرم. یعنی هیچ موقع این طرف کامل یا این طرف کامل نیست، همیشه تعادل رو برقرار میکنم. خب مهدی جون، با این توضیحاتی که دادی راجع به تکنولوژی AI، پس به نظرم بهتره بریم خواننده شیم. دوست داری خواننده شی تو هم؟ قضیه چیه؟ قضیه خاصی نداره. ببین این 2 سال ایدهش توی ذهن من بود. حالا شاید خیلی ها ندونن یه پیجیه به اسم خواننده شیم که حالا ما چیکار میکنیم. هر کسی رو به صورت رندوم از تو خیابون میاریم تو استودیو، با اینکه اصلا تجربه خوندن نداشته باشه، اینا اصلا مشکلی نیست، اصلا بلد نباشه و یه کار خیلی فاخری میشه، در نهایت صداش ترمیم میشه. این ایده‌ای بود که میگم 2 سال تو ذهن من بود و
بیشتر به خاطر این بود که اولا رابطم با مردم عادی اوکی بشه، فکر نکنم ما دست نیافتنی هستیم، و بعدیش هم به خاطر این بود که نشون بدم تواناییم چیه، چجوریه. حالا اگه سوالی داری بگو تا ریستر به این بپردازیم. 2 تا سوال دارم. بفهم. اول دومی بپرسم یا اولیو؟ سومی. خب مهدی ببین یه نکته، همه فکر میکنن به همین راحتی میتونی بری تو استودیو وکالتو بگیرن، مهدی معظم درست کنه، موزیکت بیاد بیرون. این برای خواننده خب این طرز تفکر تو مردم جا میندازه که خواننده‌های فعلی هم ممکنه همین باشن. خب که حالا یه سر رو استیج نیستن رو دارم میگم، اونا که رو استیج هم مشخصه. و این به نظر چه فیدبکی میتونه داشته باشه؟ ببین اصلی ترین موضوع خود کلمه خواننده شیم یک شعاره. میگه که این که ما بریم توی استودیو بخونیم، آیا خواننده ایم؟ خواننده شدیم این شکلی؟ آیا اون کسی که صداشو من به این شدت تغییر میدم و یا داره تحریرهای معینو میزنه این خواننده شد؟ نه، قطعا جواب نه. خواننده شیم نشون میده که چی؟ یه آدمی، مثلا من آرزو دارم یه سکانس با براد پیت بازی کنم. خب کو براد پیت؟ من میام این آرزو رو براش برآورده میکنم. یا میبینه تو فیلم مثلا داره با براد پیت بازی میکنه توی صحنه اکشن، ولی یک چیز دیجیتالی و به قول معروف مجازی و الکیه. ولی اگه میخوای واقعا خوانندش بشوی، مگس هم داشت بکنم میخواد خواننده شین، برو از اگه میخوای خواننده بشوی باید اول یاد بگیری خوندن رو. زندت نشون میده که چی کاری، درسته؟ و مثل فتوشاپ میمونه دیگه، تصویر یکی رو درست میکنی ولی قیافش این بره خیلی داره اذیتت میکنه. خواننده هم مثل همون فتوشاپ دیگه، مثلا قیافش رو میتونی فتوشاپی درست کنی ولی چهره واقعیش که تغییری نکرده. تو برنامه خواننده شیم تو ضبطایی که داشتی عجیب ترین قسمت کدوم بود؟ عجیب ترین قسمت عجیب ترین قسمت برای من این بود که خیلی مثلا بگم چیش عجیب بوده. خیلی راحت بگو چه اتفاق عجیبی اونجا برات، عجیب ترین ضبطی که داشتی برای خواننده‌شون کدوم بوده؟ والا فکر کنم یه نفر احساسی شده، یه نفر فان بوده خیلی زیاد خندیدید، یه نفر صداش خوب بوده شوک شدید، کدوم؟ یه بچه‌ای بود 7 ساله، نه کمتر 5 ساله، که اصلا تو دنیا، تو کل جهان هستی و تاریخ قبل از این امکان نداشته که یک بچه بیاد بخونه. خب خیلی گریه میکرد، دوستاش بیاد تو برنامه ما و تو فالوورا بود. گفتم بگو بیاد. بعد رضا بهم گفت که چجوری آخه اینو میخوای درست کنی؟ گفتم تو نگران نباش. بعد اومد و خیلی هم ناراحت بود، یعنی قدش به میکروفون نمیرسید، میکروفون هم میوردیم پایین باز تا اینجاش بود. گفتم چه کاری؟ باباش اینجوری با دست گرفتش بالا پشت میکروفون. آهنگ محسن لرستانی هم خوند که بازم معرفت داشت اینا. خیلی هم ویو خورد، 7-8 میلیون ویو خورد. اون خیلی خوشحالیش برام جذاب بود. گفتم اگه من 5 سالم بود مثلا این کارو می‌کردم، یه اتفاقی اینجوری برام میافتاد. چقدر واقعا میرید این آدما رو از بین دل مردم پیدا میکنید یا نه هماهنگ شده است؟ اگه هماهنگ بخوایم بکنیم، خب تابلو انرژیش اگه میبینی که داره پیشرفت میکنه، فالو میگیره، انقدر ویو های خوب داره، به خاطر انرژی خالصشه. مردم تشخیص میدن که این فیک واقعیه. ما واقعی میریم جلو. ان شاءالله تو مسیر که انتخاب کردید خیلی موفق باشید و آرزوی قلبی ماست. چند تا سوال ازت داریم که میخوایم بپرسیم از خواننده‌هایی که حالا تو مارکت دارن کار میکنن و شما انتخاب کن. از هر 2 نفر اسمی که میاره میکشو انتخاب کن. از این پلکانیا قراره مثلا برسیم به 1 نفر تهش. برسیم به 1 نفر ببینیم به کی میرسیم. خب احسان خواجه امیری، فرزاد فرزین. آخه این یه اولد ورژن داره یه نیو ورژن داره. خب الان نیو ورژن بگم. سلیقه مهدی معظم. نیو ورژن فرزاد فرزین. فرزاد فرزین آرمین زارعی. آرمین زارعی اما آرمین توی فیلم. بله. فرزاد فرزین علی یاسینی. فرزاد فرزین. خب فرزاد فرزین رضا صادقی. فرزاد فرزین. بازم فرزاد فرزین. فرزاد فرزین رضا یزدانی. فرزاد فرزین. فرزاد فرزین کاوه آفاق. کاوه آفاق. بهنام بانی. سلیقه من کاوه
کاوه آفاق. خب کاوه آفاق اشوان. سلیقه من کاوه آفاق. کاوه آفاق. کاوه آفاق سیروان خسروی. سلیقه من کاوه آفاق. کاوه آفاق سالار عقیلی. سلیقه من کاوه آفاق. کاوه آفاق آرمان گرشاسپی. سلیقه من کاوه آفاق. داره سخت میشه. کاوه آفاق رضا بهرام. سلیقه من کاوه آفاق. خب اینا دیگه فکر کنم خیلی سخت شد جواب دادنش. بگو. کاوه آفاق امیر تتلو. سلیقه من کاوه آفاق. خب کاوه آفاق همایون شجریان. سلیقه من کاوه آفاق. خب نفر آخر برسیم به کاوه آفاق خدا. تا اونجا برو دیگه. 2 تا ژانر جدا. کاوه آفاق علیرضا قربانی. سلیقه من کاوه آفاق. تو مارکت موزیک ما پس شما میگی کاوه آفاق. برای شنیدار خودم دارم انتخاب میکنم. اوکی، سلیقه مهدی معظم. نه فنی نه هیچ موضوع دیگه ای. من بخوام گوش کنم کاوه آفاق. خیلی هم عالی. خب بریم برگرد. خب مهدی جون با توجه به انتخاباتی که داشتی کاوه آفاق و منم که مدیر برنامه کاوه هستم و به خاطر اینکه برای مردم و بیننده شایبه ایجاد نشه که حالا ما با هم دیل کردیم زد و بند کردیم، خودت توضیح بده اصلا داستان آشنایی ما از کجا بود؟ ببین من خیلی آنستم. الان شاید مثلا مردم خوب نمیدونن دیگه. ببین مثلا بعد از کاوه آفاق امیر تتلو، ولی کدوم آهنگ امیر تتلو؟ یکیش که من نساختم. من دوی امیر تتلو رو دوست دارم. میتونستم الان بیام بگم یا آهنگی خودم ساختم مثلا من باد قهرم. نه، من اصلا من باد قهرم رو دوست ندارم خودم به شخصه. اونو ساختیم واسه مخاطب. خیلی آهنگ خوبیه برای مخاطب، برای من نیست. من دو رو دوست دارم، اصلا خودم نساختم. خیلی هم خوشم میاد از اون آهنگ. حالا داستان چیه؟ اینو گفتم که بدونن که اصلا قرار نیست که از کسی بخوایم طرفداری بکنیم. من 3 تا تارگت داشتم، 3 نفر. بارها به خود این نفرات گفتم، الانم جلو دوربین میگم که باشون کار کنم. 1 امیر تتلو بوده. تو این 3 نفرم اول با امیر تتلو کانکت شدم، کار کردیم، خدا رو شکر 14 تا کاری که مون تو تاریخ. 2 مهرزاد امیرخانی، شاعر هستش، خیلی ها میشناسن از مرتضی پاشایی، علیزاده فلان، اینا اومده تا همین امروز روز که یه عملی هم داشته که آرزوی سلامتی براش میکنم اصلا. انشالله که همیشه سلامت باشه. باهاش همکار شدم، با هم شریک شدیم، کار کردیم، کلی کار موفق زدیم. 3 یه روز داشتم اینو واسه خودت میگفتم، گفتم من 3 تا تارگت دارم، سومیشو بهت گفتم که کاوه آفاقه. اصلا نمیدونستم که ایشون مدیر برنامه آقای آفاق. گفتم سومیش اینه. یهو دیدم تو برگشتی جو نگاه کردی گفتی جدی میگی؟ گفتم برای چی من با تو شوخی داشته باشم؟ دفعه دوم اولین شبی بود که آره گفتی خب من مدیر برنامه کاوه آفاقم، مگه تو راک کار؟ گفتم من اصلا کارم راکه دیگه. سومی هم انجام دادیم و کارامون هم که هنوز بیرون نیومده، یه میکس بیرون اومده از من و کاوه. ولی داستان اینه که اولویت من در نهایت کاوه آفاق بوده از بچگی، چون گفتم اول برنامه من راکو دوست دارم، کاوه هم خیلی دوست دارم، یعنی انقدر دوستش دارم که جدا از موزیک شخصیتش هم خیلی دوست دارم. نظر لطفت. این از این دیگه. اگه سوالی و ما هم شما رو به من دوست واقعا خودت میدونی قلبا دوستت داریم و باعث افتخاره. خب مهدی جون قبل عید یه ترکی پخش شد خب از حسین توهی و امیر تتلو. خب ولی از بله. امیر تتلو داخل زندان. بله. حسین توهی هم ایران نبود که حالا اون میتونه وکالو برات بفرسته و شما کارشو انجام بدی و خیلی هم گفتن که این کار هوش مصنوعی برسه به امیر تتلو که داخل زندان اصلا چجوری ارتباط گرفته با مهدی و این کار پخش شد و کلیپش هم با AI زده شد و
به نظرم کار موفقی بود. بله. چی بود داستان این کار؟ ببینید اولا مردم حق دارن این روزا بگن AI هرچی رو میبینن، خب چون واقعا AI خب خیلی پیشرفت کرده، ولی داستان این کار به این شکلی که من یه پستی خودم گذاشتم، توضیح هم دادم. امیر قبل از اینکه بیاد ایران 2 ماه 3 ماه قبلش ما استارت این آهنگو زدیم و اصلا اسمش هم ولی از دور فکر کنم نبود تا اونجا که یادم، یه اسم دیگه ای بود و این کار نصفه بود، یعنی یه ورس شروع کار، یه کورس یا همون ترجیح بند. تا اینجا پیش رفته بودیم، تنظیمش هم من همیشه قبل از این که اصلا شعری امیر بنویسم من تنظیم رو کامل می ساختم و ساز و همه چی میکس اینا، چون امیر تا کامل نباشه اصلا نمی نویسه و کار کامل باشه من بیام توش و همین کارو کردیم و دیگه بعدش اومد ایران و دستگیری و اینا که دیگه این کار موند. با حسین تویی من خیلی مدتی بود که صحبت میکردم، یه پروژه های دیگه‌ای داشتیم میبردیم جلو که به من گفت که نظرت چی اون کارو کامل کنیم. گفتم خب باید از خانواده‌اش استعلام بگیری ببینی خودش اوکیه نیست اینا، من بالاخره امانت دارم. که دیگه با خواهرش ارتباط گرفت و با خودش فکر کنم ارتباط گرفت، حتی آره با خودش هم صحبت کرد و دیگه با اتفاق نظر کامل شد اون کار. به نظر کار درستی بود که امیر داخل باشه و این کار پخش شد؟ دوست نداشتید کنار خودتون بود؟ کاری بود که نه فوش داشت، نه ضمیمه سیاسی داشت، نه لطمه‌ای میزد به شرایط فعلیش. به نظرم کار درستی بود و وقتی هم خودش اوکی بوده، خانواده‌اش اوکی بودن، چرا که نه واقعا کار خوبی بود. خب مهدی یه چیزی، خانوادت یا نزدیکات الان راجع به کار چجوری اصلا چه دیدی نسبت به کارت دارن؟ به عنوان یه بیزینس نگاه میکنه یا به عنوان یه فان؟ من نمیدونم، باشون صحبت نمیکنی؟ اگه به هر دیدی نگاه میکنید به من بگید، پیام بدید. خب با هم صحبت نمیکنید مثلا؟ به چه دیدی نگاه میکنید؟ والا ببین فامیل به عبارتی همیشه سوالش اینه زن نگرفتی؟ نمیدونم چقدر در میاری در ماه؟ من سعی میکنم که دور باشم، یعنی هم از خانواده مادری هم پدری، با اینکه خیلی دوستشون دارم باورت نمیشه مثلا فیلماشون و عکساشون و گاهن مادرم میره تو مراسم‌های مختلف شرکت میکنه میبینم، شاید کسی نفهمه ولی من بغض میکنم، اشک تو چشم جمع میشه اینقدر که دوستشون دارم. ولی چقدر دلنازکی. ولی چه کنم که حضور من در کنار اونا نه به اونا کمک میکنه نه به من کمک میکنه. چرا؟ چون دنیاهای ما خیلی دور شده، دنیاهای ما از نظر اهداف، طرز تفکر معمولا همه کاسبن. منم کلا با کاسب جماعت مشکل ندارم ولی نمیتونم بشینم هم صحبتی کنم، حوصله‌شو ندارم واقعا، ولی دوستشون دارم. ان شاءالله هر جا هستن موفق باشن. ما هم هیچ ادعایی نداریم، خاک پای همه این به خصوص شما که میشناسیم. ولی ببخشید دیگه اگه نمیبینمتون، از همینجا معذرت میخوام، واقعا حرف مشترکی ندارم باهاتون بزنم. مهدی معظم به جز موسیقی چه تفریحی داره؟ آشپزی، رانندگی، ورزش؟ وقتی از دنیای موسیقی میاد بیرون دنبال چه چیزی میره؟ من خیلی دوست دارم که بتونم از دنیای موسیقی بیام بیرون، یعنی بیام بیرون که یعنی بگم آقا الان به موزیک فکر نکنیم، ولی موزیک نمیذاره. خب یعنی من خیلی تایمای استودیو رفتنمو کم کردم، صبحا ورزش میکنم، میرم مثلا گردش، اصلا شاید مثلا اینجا الکی برم بیرون، برم تو دل جامعه، شبا میرم مثلا باز دوباره جای عجیب غریب میرم مافیا بازی میکنم. خیلی دوست دارم بازی مافیا، همش هم میبازم. مافیای شو همه. ولی داستان اینه که فکر موسیقی در تمام این ساعات همراه منه و چون ابزارم رو خوب بلدم باش کار کنم، سرعتم بالا رفته، نیازی به توی استودیو نشستن ندارم. باید فکرمو، ذهنمو تخلیه کنم، ایده بگیرم، برم پیاده بکنم، به نتیجه برسم، باز بیام بیرون. یعنی ما قبلا توی استودیو بودیم برای آموزش تکنیک‌های مختلف فلان، الان خدا رو شکر
فکر میکنم که مهارت‌های لازم رو دارم. خیلی کمتر الان آپدیت میکنم، چون نه اینکه آپدیت نباشم هستم، ولی بیشتر تایم استراحت به ذهنم میدم. خب همین که گفتی میری تو جامعه و مردم میبینی، یه سوال ازت بپرسم ندی، این که یه موضوعی که کلا مردم عوام راجع به آهنگسازا دارن به اشتباه فکر میکنن و برداشت میکنن چی؟ یه موضوع کلا در مورد ما در مورد آهنگسازا. خب خیلی، یکی این که مگه چی کار کردی که اینقدر پول میخوای بگیری؟ من اینو حل کردم. خب کسی که میخواد یه پروژه کار بکنه، میگم باید از استارت پروژه، مثلا کارهای اول تا انتهای پروژه پیش من بشینه، کارو ببینه چقدر زحمت میبره. بله. و این یه اشتباهشونه. اشتباه دوم اینه که فکر میکنن که ما شانسی، مافیا یا مثلا به راحتی رسیدیم به یه جایگاهی که الان مثلا این بالا نشستیم و فکر میکنن، اتفاقا فکر میکنن ما بالا نشستیم، ما بالا نیستیم، ما هم اینجاییم، همین جایی که شماییم. آره هیچ فرقی نداره. اینا دیدگاهی اشتباهشونه. واقعا زحمت خیلی داره این کار. یعنی هر کسی به من میگه میخوام شاگردت بشم یا یاد بگیرم یا فلان، اول چند ساعت باش صحبت میکنم که بیخیال شو، اصلا نیا تو این کار. اگه دیدم که واقعا اوکیه که این کار رو انجام بده، تازه میگم خب اولین درست اینه که خودت معلم خودت باشی، اصلا با من کار نکنی، برو خودت یاد بگیر، همونطور که ما خودمون یاد گرفتیم. بله. مهدی یه روزی هممون فراموش میشیم. بله. یه روزی میاد که اصلا ممکنه اسمی از هیچ کدوممون نباشه. درست. دوست داری وقتی اون روز میاد چه چیزی ازت تو یادم مونده باشه یا چه چیزی یادگاری مونده باشه؟ اصلا برام مهم نیست این موضوع که بعد من چه خواهد شد برای من. تا وقتی زنده ام و تا وقتی اطرافیانم زنده اند، بهشون محبت میکنم، خوبی میکنم. وقتی نیستنم دیگه نیستن دیگه. حالا یه سری افرادی بودن، شاخص بودن توی تاریخ، آدم در موردشون میخونه. من خودم خیلی اهل تحقیق در مورد بزرگان تاریخم، ولی خب اگرم نبود متنی ازشون، همین الان کفایت میکنه که بتونیم بفهمیم چجوری زندگی بکنیم. همین افرادی که همین امروز هستن کفایت میکنه. برای من اگه بگن آدم خوبی بود کافیه، چیز دیگه نیاز ندارم پشت سرم بگن. گفتن بد یا خوب، دوست دارم بگن خوب بود. خوبه تو بگن. آره. یه لحظه‌ای تو زندگی هست که آدم دوست داره اون لحظه‌ها کلاً استاپ شه، تایم جلو نره. اون لحظه تو زندگی کی بوده که تایم استاپ شه؟ استاپ شه، همون جایی که هستی باشی، لذت ببری. من میترسم از این قضیه، یه جا تایم استاپ شه سکته میکنم، دوست ندارم. حتی تو یعنی خود نشده یه جا انقدر حال دلت خوب باشه که دوست داری زمان همونجا وایسته؟ آخه ببین، شما داری لذتی و مثلا داری آب میوه رو میخوری، سیر نشی، بخوری و هی سیر نشی، خیلی وحشتناکه. اصلا دوست ندارم، هیچ لذتی رو دوست ندارم همینطوری بمونه. دوست داری زندگیت فراز و نشیب رو داشته باشه؟ نه، فراز و نشیب هیچکی دوست نداره بیفته تو چالش. نه یعنی چالشاشو داشته باشه دیگه، همیشه خوب نباشه. به قول امیر تتلو بهم گفت که هیچ چیزی بد نیست. گفتم چرا؟ اون روزی که داشت میومد ایران گفتم داداش میای این میشه. گفت که هیچ چیزی بد نیست. گفتم چرا؟ گفت خوب که خوبه، بد هم که یک درسی توشه که خوبه، پس همه چیز خوبه. در نهایت یه اتفاق بدم که میفته یک نکته مثبتی از اون میگیریم دیگه. برای همین ترسی نداره. همینه که از الان یه بمب بخوره کره زمین نابود شه، من میتونم جلوش رو بگیرم. همه با همیم دیگه. خب خوبم باشه و همه جا گلستان بشه، خب خوب شده دیگه. اصلا کلا من ریلکسم. الان تو بگو هر اتفاقی افتاده من ریلکسم. کاملا ریلکس. آره. سخت‌ترین شب زندگی مهدی معظم کی بوده؟ سخت‌ترین شب زیاد داشتم که بینشون باید مسابقه بزنیم ببینیم کدوم شب سخت‌ترین بوده. روزی که دستگیر شدم. سر چه موضوعی؟ به خاطر یه موزیک ویدیو داشتم که یک خانم بی‌حجابی توش بود که مال بچگیم بود، 22 ساله بودم، اینو پخش کرده بودم. بعد کارهای امیرم زدم. امیرم که قرار بود مجاز باشه، ما کارا رو زدیم، دیدیم رفت اون برای شروع کرد غیر مجاز شدن و
دیگه پای ما هم گیر افتاد و با همون برخورد شد و انفرادی و چشم‌بند بردن و اینا. شب اولش که اونجایی اصلا نمیدونی چه خبره، نمیدونی برای چی اونجایی، چه حکمی قراره بدن. بلا تکلیفی دیگه، بدونی چی میشه حداقل حالت بهتره، ولی وقتی نمیدونی خیلی سخت. مهدی معظم اگه تو زندگیش یک نفر رو نخواد ببخشه، اون نفر کی؟ نخوام ببخشم. خیلی رو میخوام ببخشم نمیتونم. یه نفر نخوای ببخشی، من هر کاری کنی دلت راضی نشه که ببخشیش. دلم نمیبخشه. آره. اسمشو نمیشه گفت اینجا. پس هستش. فقط بدون خانوم بوده. نه پس اون نفر هستش. آره. من دوست دارم ببخشمش. همیشه هم دارم سعی میکنم ببخشمش، چون تا نبخشیش اصلا پیش نمیره زندگیت. ولی احساس میکنم که نتونستم. ولی انشالله بتونم. من سعی دارم میکنم، به خودت میدونی دارم سعی میکنم ببخشم. خب یه ذره فضای برنامه رو عوض کنیم. بفرمایید. پس بریم و برگردیم دوباره در خدمتتون هستیم. مهدی از این پاکت ها باید یک کدوم از رنگا رو انتخاب کنی. چند تان؟ 7-8 تایی هست. نه دقیق بگو. نمیخوام دیگه دقیقش رو بگم. تعداد خب 1 2 3 4 5 6 7. 7 تا رنگه که این امکانم داری که یکیشونو جابجا کنی. برداشتی باب میلت نبود میتونی یکیشو جابجا کنی. سفید، زرد، بنفش، سبز، نارنجی، قرمز، آبی، قرمز. من داخلشو میدونم ولی دلم داخلشو میدونم. چون حالا قرمز علامت خطره، من آدم ریسک پذیریم. شما معمولا تو قرمز اون آسونه رو گذاشتیم. همون یکو بده. مطمئن که هیچ کس مطمئن نیست. نه او دلت با قرمز. چون پرسپولیسی هم هستی دلت با قرمز. پرسپولیسی نیستم ولی اگه استقلال پرسپولیس بازی کنه بیشتر دوست دارم پرسپولیس ببره. مطمئنی دیگه؟ آره باز کن. اینقدر چالشش سنگینه. خودشون باز کن. خب و بخون و رو به لنزی که با نام و یاد خدا پاکت قرمز را میگشاییم. یک نامه بر پادشاه میاد اینجور باز میکنم. برعکس. خب یک نفر از صنعت موسیقی که به نظرت خیلی بیشتر از لیاقتش معروف شده کیه؟ بادل. میخوای رو به دوربینم بگیری که مخاطب ببینم؟ باید هم جواب داد. آره بگی رو به دیگه چالش باید جواب. همش همین بود سواله ها؟ نه همش یه شکل بودم. بیشتر از لیاقتش معروف شده چیه صنعت موسیقی؟ خدا لعنتت کنه. چرا؟ مهدی معظم. به جز خودت مهدی ننوشته بود اینجا به جز خودت نوشته. این جواب ما از خودت نمیخواستیم. جواب کسی که تو صنعت موسیقی به جز خودت باشه. خودت که مهمون برنامه شما پاکت باز کردی. چقدر سخته این سوال. گفتم قرمزو باز نکن. خب بذار یکم فکر کنم. فکر کن. میتونی با یه پاکت دیگه هم عوض کنی؟ یه فرصت ده. جدی میشه؟ آره. غلط کردم آبیو بده. از پرسپولیس که چیزی در نیومده. خب استقلالی خدمت شما. خب الان فهمیدم چرا میگی مطمئنی. نامه اعمال مهدی معظم. با نام و یاد خداوند. باید اسم یکی از ترک هایی که در آینده نزدیک میسازی را تیک آبی بذاری. اسم برنامه که توش حاضر هست. یعنی اسم این برنامه رو بذاریم یکی از ترک. اسم این برنامه رو بذاری اسم یکی از ترکات. خب این خیلی بهتره. میذاری؟ یعنی اسم این برنامه یه ترک بسازی به اسم تیک آبی. میسازم، به خدا میسازم. سوال قبلی چقدر سخت بوده پس. آره داداش. خب من کارم اینه. من الان اسمشو میگم صبح میاد اونجا براش کار بسازم. بعد واقعا انسانی نیست، اشتباه. میسازم آقا تیک آبی میسازم. یه موزیک بس به اسم تیک آبی از مهدی معظم ما به خود کاوافاق هم میخوره اسمش. این اتاق آبیه. چه نکته اشاره کردی شما. اوکی. خب تا کی؟
فرجه زمانی از شما بگیریم دیگه. تا وسط تابستون. وسط تابستون. پس ما منتظریم. باش. و همگی منتظر باشید. خب مهدی 23 بهمن 99 بود. 23 بهمن 99 چه یه روزیه؟ اتفاق تاریخی تو موزیک ایران افتاد. چی شد؟ یه موزیکی پخش شد که از امیر تتلو. من بود قهرم؟ بله. من دلم واسه دل خوشه یه بار دیگه من دلم که جزء موندگارترین کارا و پر دانلود ترین کار. بله. فکر کنم پر دانلود ترین کار شد. تا اونجا که من میدونم بله. اوله. خب از اون ترک برام بگو چی شد اصلا اون ترک ساخته شد و انقدر سوپر مگا هیت شد کار. خیلی کلیشه شاید است؟ مثلا نه کلیشه نیست، خیلی شاید مثلا بزنه تو ذوق مخاطب که مثلا اینقدر این کار رو دوست داره بدونه چقدر عجیب غریب این کار تولید شده. نه بگو چه اشکال داره. شاید مثلا فکر کنید ما سالها بررسی کردیم اصلا این آهنگ واسه امیر تتلو ساخته نشده بود، واسه یک خواننده دیگه ای ساخته شده بود، تنظیم شد و بهشون تحویل دادم و اسم اون خواننده رو بگم. آره بگو. علی درخشان از دوستای خوبمه. کارو ساختم واسهش فرستادم. علی جون که خیلی هم دوستش دارم، ساعت 4 صبح که کارو براش فرستادم توی تلگرام ما فایل میفرستم. یه انقدی متن نوشت واسه من، هنوز تو گوشیم هست که این چیه تنظیم کردی، چه ترک مزخرفی، از تو بعیده، چون این کانسپت رو کسی نمیزد، پرکاشن، پیانو، یه حالت نوستالژی داره. این چیه مهدی اصلا دوست ندارم، اینو یه دیپ هاوس بزن، دیپ هاوس از این سکوتس، از اینو میگم که مخاطبای متوجه شد. آره از اینا بزن، اینا فلان. من همینطوری نگاه میکردم و بهت زده که من عاشق این تنظیم بودم که چرا داره میگه این بده و همینطوری حیرت. بعد یک جمله براش نوشتم، خود علی چند بار در مورد این تو پیجش حرف زده، نوشتم که اوکیه ولی یک روز پشیمون میشی و ترک رو دیلیت کردم و صداشو از روی آهنگ برداشتم، همین تنظیم، همین میکس، همین مست، فرستادم. فرداش واسه امیر تتلو و امیر تتلو گفت حالا شد. یه مدتی بود براش بیت میفرستادم اصلا دوست نداشت. حالا شدی مهدی معظمونی که من میخوام، من اینو دوست دارم. اینا تا 6 ماه نوشتن روی این کار زمان برد که امیر بخواد روش بنویسه، چون آکوردا جدید بود. فریژیان یک دستگاه جدا از نچرال مینور فریژیان اون کار شروع میشه و خیلی برای امیر اولین بار بود، تا اونجا که من میدونم اولین بار بود که فریژیان مینوشت و خیلی پاپ بود واسه کسی که داره آرنبی کار میکنه، ولی خب دوست داشت کارو و روش نوشت و رسیدیم به قسمت اوج خوندنش که هنوز اوج نداشت و هی اصرار از من که این یه اوج میخواد. امیر میگه این گامش زنونه است، اوجش میره پیش خدا، اونجا که صدای من نمیرسه، ما که یه کاریش بکن، یه جوری بخون. گفت حالا بذار تا اینجا شو یه پست بذارم. پست گذاشت، همون اولش وایرال شد و بعد اوجش رو خوند که یه مقدارم صداش میگیره و همین تأثیر گذاشت که خیلی دلش شکسته. اونجا واقعا صداش نمیرسید، خیلی بالاه، گام می مینور بالاش واقعا واسه خانوماست. خلاصه اون کار اومد بیرون و انقدر استقبال شد. 2-3 سال بعدش، همون 402 اینا، علی درخشان به من گفت یه کار بساز. هنوزم نمیدونست این کار خودشه که انقدر وایرال شد و دوباره ایراد گرفت. گفتم علی جان شما یک بار اشتباه کردی، این آهنگو از دست دادی و دیگه به نظرم بذار من کار خودم بکنم. و خودش بغض زده شد، گفت این همونه. گفتم همونه و باز رو حرفش گفت این به شعر ملودی من نمی اومد. ولی خب علی هر جا هستی موفق باشی، خیلی هم دوستت دارم و دیگه این داستان من باد قهرم دیگه. چه جالب. کلا از 14 تا کاری که واسه امیر تولید کردم 4 تاشو واقعا برای خودش تنظیم کردم، 10 تاش آهنگای ریجکتی مشتریای من بوده.
بعدش مهدی این اواخر که تقریبا یک سال میشه یه ترک پخش شد به اسم ما ادامه داریم. ما ادامه داریم. بله، از امیر مقاره ماکان بند. امیر مقاره. خب این آهنگم خیلی پرطرفدار بود و پرحاشیه البته. توی رابطه با تو منم اون که با خنده اومد ولی با خنده نرفت. تو گرفتی قلبم و هدف گرفتی همه روزای سردم و بغل خودم. که خیلی ها گفتن که تقریبا میشه گفت کاور کار غم گرفته همه کوچه های ما. این چی بود؟ چه داستانی پشتش بود؟ ببینید امیر مقاره روزی که با من کانکت شدن این کارو تنظیم کرده بودند و نتیجه خوبی نگرفته بودن. یه مدلی نزدیک به غم گرفته تنظیم کرده بودن و اون چیزی که میخواستن در نیومد و واقعا تاثیرش کم بود. اومدن گفتن آقا ما این آهنگ غم گرفته کوچه های ما رو بی کلامش کردیم، روش نوشتیم، خوندیم، کار در نیومده. اومدیم پیش تو که اونو ساختی، یه کارش کن کار در بیاد. گفتم ببینید این موزیک مثل هتل کالیفرنیا یه موزیک منحصره، نمیشه بغلش چیزی زد که حس اینو انتقال بده، یا باید خودشو زد یا باید بیخیال شد. گفت خودشو بزن. گفتم خودش که کار خودش هست تو سیستم. گیتارهای جدیدم ضبط کرده بودن خودشون با آقای تقی‌پور که نوازنده فیکسه. بله. کارهای امیر و منو خیلی هم هنرمنده واقعا. مشتبه دمت گرم، خیلی دوست دارم مشتبه. بعد هیچی دیگه، فایلا رو به من دادن، منم اون تنظیم رو یه با گیتار جدید و صدای ایشون درست کردم و گفتم این تهش همین میشه. و گفت به نظرت پخش کنیم نکنیم؟ گفتم به نظر من که پخش کنیم. خودشون هم مساعد بودن پخش کنن. گفتن خب پس حالا که انقدر کار شبیه امیر شده صدای AI امیرم بسازیم روش که دیگه خودمون اعتراف کنیم کپی کردیم. و همین باعث شد که مردم اتفاقا خیلی حال کنن، خیلی لذت ببرن، که خیلی آنست و رو راست بود. آره و پخش شد، خوب شد واقعا. خب توی این مصاحبه خیلی اسم امیر تتلو برده شد. قطعاً لحظات خوبی کنار هم داشتید. بله. امیر تتلو لحظات خوبی برای مردم ساخته. خب و الان بابت اتفاقی که افتاده و حکمی که برش در نظر گرفتن، نظرت چی؟ به نظر جای آرتیست الان تو این جایگاهی که امیر تتلو داره؟ ببینید داستان اینه که امیر تابوهای زیادی رو شکوند. خیلی جاهایی رفت که همین الانش که اون تابوها رو شکونده کسی جرئت نداره بره. و من چه تن و بدنی ازم میلرزید هر کاری که امیر میداد، هر خالکوبی که میزد. من چقدر استرس داشتم، چقدر اذیت شدم و چقدر باش صحبت کردم و فکر کنم ترک های بدون فوشش بیشترش رو من ساختم تو تایمی که اون ورا بود. همیشه بهش میگفتم که امیر تو رو خدا تو نیازی نداری. یه تماسی داشتیم با هم تقریبا 1 ماه پیش از همون داخل زندان و همین حرفا رو میزد. میگفت من نیازی نداشتم که فوش بدم، اشتباه کرد. عین جمله خودشه و حتی من ضبطم کردم، مکالمه‌مون رو دارم. ولی خب مثل خیلیا که باش صحبت کردن نیومدم انتشار بدم، اهل این کارها نیست. ولی الان فهمیده، متنبه شده و واقعا ببین امیر اعتیاد داشت، موادهای مختلف، هر چی که بگی رو هم مصرف میکرد. دیگه قدرت تصمیم گیری این آدم کامل دست خودش و عقل و شعور سلیمش نبوده. آره بعد به نظر من که عددی نیستم نظری بدم، ولی خواهش که ببخشینش، فکر کنم که متنبه شده و درست شده و باید برگرده و نشون بده که میشه حتی تا اونجا هم رفت و بیای دوباره تو راه درست. الان که تو کشور خودمونه، الان که دیگه اینجاست، ما نشون بدیم که میتونیم یکی رو برگردونیم به مسیر. حداقل به خودمون ثابت کنیم که ما آدمای خوبی هستیم، اصلا اون بد. ما نشون بدیم خوب هستیم. من نظرم اینه. مرسی ازت. قربونت. مرسی که دعوت ما رو پذیرفتی به عنوان اولی مهمون این سری برنامه. افتخاری بود. قربونت برم مهدی جون. به عنوان آخرین جملت برای مخاطبا.
موفق باشین، سلامت باشین، به پدر و مادر خود خوبی کنید، خوب باشین هر جا هستین. همین. مرسی ازت. فدات شم، قربونت برم عزیز. بی کسی فقط تو رو نگاه میکنن، دنیا علیه تو بشه از تو دفاع میکنن، صدای خنده های تو هوای زنده بودنه، سردر قلب من نگاه پرچم صلح میزنه.